قطب‌الدینов لایق را لازم است که در این نبرد هم خوب هنرنمایی کند. رقیبی او 18 ساله پهلوان علی اگامامدوف است. ترکمنستان را معرفی میکند. با جداگی سفید گوشتین میگیرد. اما لایق شایسته گوشتین خوبی لایق است. من باور دارم که چنین پانها پای در پای اجرا میگردند. لایق قطب‌الدینов در اولین لحظه ها آستین رقیب گرفت و حریف را دو شانه زمین زد. آفرین علی اگامامدوف حتی لحظه فرصت برای نفس کشیدن نداشت. عزت خدایف که شاگرد تربیت کرده است از پرتافت شاگرد بسیار حلاوت بود. باور کامل دارم لایق قطب‌الدینov من جمله پهلوانان است که تحت رهبری عزت خدایف سالها است که مشق و تمرین میکند. آفرین ببینید حالت تکرار را با چنین زیبایی به دست آوردن پیروزی کار خیلی خوب است.